The attack that just happened in Jordan, we need to hold Ismail Qani responsible for this attack. حمله‌ای که در اردن شده باید اسماعیل قانی و ابوفدک از کتایب حزب الله در عراق رو مسئولش قلمداد کنیم. آنها قاسم سلیمانی و ابو مهدی المهندس جدیدند. هر دوی آنها هدف مشروعند. آنها باید پیش از این هدف قرار می‌گرفتند. الان با 3 کشته و 25 زخمی مواجهیم و دولت بایدن باید افراد مقصر را از بین ببره. تأسیساتی در داخل ایران باید هدف حمله قرار بگیره. این تنها راه توقف ایرانه. من امروز زمزمه‌هایی از پنتاگون شنیدم که میگن این تلاش ایران برای تحریک ما به جنگ با ایرانه. نه، اینطور نیست. تهران خواهان جنگ با ایالات متحده نیست، اما میخواد از نیابتی‌هاش برای بیرون کردن آمریکا از منطقه خاورمیانه استفاده کنه. اکنون خطوط قرمز نقض شده و ایالات متحده باید پاسخ بده.